عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز. مجددا برگشتم با توضیح دادن در مورد عناصر مختلف ماها و عنصرهای آب و خاک و آتش و هوا در تاروت بهتون توضیح بدم. عنصر بعدی که انتخاب کردم راجبش صحبت بکنم عنصر آبه. این عنصر شامل ماهای تیر، آبان و اسفند میشه که در تاروت با نماد جام مشخص میشه. نقاط قوت این عناصر همونطوری که مشخصه، آب بسیار قابلیت پاک و پاک کننده ای داره و این گروه از افراد بسیار فداکار هستند، دارای درک خیلی بالایی هستند، قابل اعتمادن، در عین حال خیلی رویا پردازن، انعطاف پذیرن، عشق بی قید و شرط دارن. برگ های دسته های جام در تاروت از تمام دسته ها احساسی تر هستن و عشق بی قید و شرط رو دارن. اینا عنصرهای آب هستن که گفتم شامل ماهای تیر، آبان و اسفند میشن. در کنار اون نقاط ضعفشون ناپایدار بودنشونه. اینها مستعد افسردگی هستن، یه مقدار غیر منطقی هستن چون حسشون غالبه و از لحاظ احساسی بسیار آدمهای قوی و پر انرژی هستن. این افراد زود باور هستن و زود فریب میخورن و به علت اینکه خیلی افرادی هستن که خودشون رو نادیده میگیرن، خیلی زود سریع باور هستن و همه چیز رو تحت شعاع قرار میدن. پس وقتی که میخواین وارد ارتباط با این دسته از افراد باشین، به این نکته توجه کنید که اینها بسیار افراد احساسی هستن و سعی کنید که با دل و جون با اونها خوش رفتار باشید. دوستان عزیزم، پیج ما رو فالو کنید، سابسکرایب کنید تا باقی عنصرها رو هم مشاهده کنید. ممنون از همراهی شما. مجددا در خدمت شما خواهم بود.